روز میخوام دوباره برگشتم. الان میخوام یه گیوزا، یه چیزی با دست درست میکنن، سبزیجات و گوشت و اینا وسطشه، بهش میگن گیوزا. عکسش اینجاست، اینه. میخوام اینا رو سفارش بدم. سیمازنちょっとお願いします。餃子も1枚お願いしたんだけど。はい、ごめんなさいね。はい。すいません。セフレボタンベザの子です。餃子1枚お願いします。はい。とりあえず。ありがとうございます。すいません。はい。ありがとうございます。いや婚約者いるから見つけて、婚約者に送ってる。ここにイランで。ここじゃない。そうそうそう。今戦争もあるんだけどね。大丈夫です。とりあえずしょうがない。アメリカ悪いでしょ。どこでも入るから戦争ばっかり。とりあえず婚約者も見つけてるんだけど、もういつも毎日でもビデオ喋ってるんで。そうそう。そう、ありがとうございます。داشتم در مورد گفت برای چی برکی ویدیو میگیری فلان، گفتم من حقیقت نامزد دارم، یه عشق پیدا کردم. گفت کجاست؟ گفتم داخل ایران. گفت الان ایران جنگی فلان. گفتم مشکلی نیست، میدونیم جنگی، میدونیم که آمریکا بده دیگه، اینطوریه. بعد گفت چقدر خوبه، همه خوبن، حالشون خوبه. گفتم خوبن، خب جنگی دیگه. بهشون صحبت کردم. من یه عشقی تازگیام خدا بهم هدیه داده، دارم برای اون ویدیو میگیرم که بدون زندگی در ژاپن چجوریه. آرزوی موفقیت کرد. اینطوری حاشیه باید اینطوری بگیری. عشقم عاشقیم. ببین ژاپنی چیز میکنم هورد میکشم، ما هورد نمیکشیم. این رشته هاشو نگاه. من هورد بدم میاد. ژاپنی هورد میکشن. سوپش خیلی خوشمزه است، خیلی خوشمزه است. یه خود تندش کنیم، نه؟ فلفل بریزم. یه خود تندتر بشم، برعکس نیست. اینم یه روغن مخصوصیه. میریزم سرکش هم بریزم دوباره کمه. کلم خوشمزه میشه. رشته هست یه دیگه گوشت خوک بود، بهش میگن چشم. اونو گفتم نذاره، من نمیخورم. ببین عکسشو نشون بدم. اینجا نیست عکسش. تو این مایه بود دیگه، حتی این ماهیه. تو این مایه یه تیکه گوشت خوک هم بود هست. اینه گفتم این نذاره. بقیه تخم و بازم روش هست. الان یه گیوزا هم سفارش دادم که با دست روز من خوشمزه است، وسطش گوشت و سبزیجاته. گفتم که خوشمزه است، چند وقت بود نیومده بودم اینجا. بعد خلاصه ببخشید دیگه، شما هم میگن دلتون میخواد، دلتون نخواد. من حواس غذای ایرانی کردم، چند سال غذای ایرانی نخوردم، دلم لک زده. این غذای ژاپنی هم برای ما شده عادی دیگه. داغه. فعلا اینطوریه دیگه. من اولین بار تو عمرم دارم فیلم میگیرم از غذاخوردن. رو شاید بذارم تو پیجم. عشقم اسمتو نبردم دیگه. اگه میخوای اسمتو فقط میتونم بگم یا نه اسمتم نگم. حالا خانواده‌ام میدونن. مادرم اینا بعد زنده‌ای با میونن مثل خواهر برادرم میدونن. عکست هم دیده. مشکلی نداریم، چیزی نداریم کاری کنیم، ولی چون به خاطر خانواده تو یه سری چیزا فعلا تا رسمی نشده نمیتونیم بگیم دیگه، اون درکت میکنن. اینه که اینطوریه. البته کسی هم نتونه با اینا بخوره، ولی هاشی میگن، با هاشی چوبه دیگه. اینجا با چنگال هم میشه خورد، با چنگال هم قاشق هم گوش هست دیگه. ژاپنی ها اینجوری میارن اینجا هورد میکشن، زن و مرد. من بدم میاد، سر صدا میکنم خوردن. به اینو میگن رامن. میگن که رشتهش خوب هست. اشتباه کردم سفارش دادم، همیشه یه چیز دیگه میخوردم. ببین این بود، سبزیجات زیاد داشت. این
این من میخورم امروز گفتم تنوع بدم. این خوشمزه است ولی سبزیجات نداره، این سبزیجات زیاده. حالا سری بد من میگم چی میشه؟ گیوزان بیاد برنج خوردم، گیوزان بیاد بگم سیر بشه. تو رو هم نشون میدم طرز خوردنشون. خجالت میکشم، عذر میخوام. فقط بخوریم دیگه. ژاپنی‌ها میان میخورم کلیپ میگیرن میگن اوشی اوشی خوشمزه است خوشمزه است. تو تلویزیونشون همینه، تو برنامه چیزی ندارن. برنامه‌های مثلا آموزشی زیاد ندارن تلویزیون، همه آموزششون تو مدرسه است. نه صداش اومد یا ندارن بینیشون رو میگیرن تو جمع رو رستوران، مثلا این چیزاشون بده دیگه. من خوشم نمیاد، زن و مردم ندارن این چیزاشون بده دماغشون رو میگیرن. البته چون من هنسفری تو گوشمه صدای بیرون فکر نمی‌کنم زیاد بیاد، ولی نمیدونم، باید بعدا ویدیو چک کنم. سریع میرم خونه. الان وای فای ندارم، وای خونه هست، اینترنت هم خیلی حجمش میره بالا. باید برم خونه. آبدوز میگن چی میگن فارسی شده اومد غذا. های آزماس این هم گیوزاست. های دوما دوباره ببینید سرکه میریزیم. روزه بگیر رو کج کنم و این سس سویاست اینقدر شوی. بعد اینم از این روغن. این داخلش بذار باز کنم یکشو ببینید. ببینید داخلش اینطوریه. این سبزیجات و اینجور چیزا داره. ببینید سبزیجات و گوشت و اینا. این اینطوری میکنم. داغه، خیلی داغه. اینم آب یخ. تو داغایی‌ها پارچ میزنن اینجا، پارچ با یخ. اینا سرویس دیگه، سرویس رایگانه. اینا رو هزینه نمیدونم ایران هست نیست. قدیم که بود الان نمیدونم تو ایران هست نیست. چون من میبینم که همه پول میدن میخرن به آب و اینا. نه اینجا آب رایگانه توی رستوران‌هاش، پولی نیست. خیلی از فامیلا دوستان که از قدیم با هم دوست بودیم پیام میدن میگن نشون بده چجوریه فلان. حالا پیش نیومده که فیلم بگیرم، اولین بارمه. غذاهاشون کالریش مشخصه، کالریش نمیدونم، کلسترولش همه چی تعیین شده است و برنامه است، دیمی نیست. ولی خب تنهایی هم خیلی سخته اینجا. یعنی تنها نه اینکه بخوام نتونم با کسی باشم، نه. یه حقیقت من زیاد دنبال الوتی و اینا نبودم از قدیم، نیستم. من واقعا اگه مثلا کسی هم بوده باشم فلان وفادار بودم، بلا اصلا عشقی هم وجود نداشته باشه، چون هر چیزی حساب داره دیگه. ولی کلا الان تو ژاپن اینا من با کسی ارتباطم خود همین معمولی صحبت کاری ندارم. آخر سر من به این نتیجه رسیدم چند خیلی وقت پیش. گفتم به هر چی باشه وطن خودم، خانه وطن خودم یه تار موش میارزه به کل دنیا. این بود که بایزه که درک میبینید من از طرف خدا یه هدیه بزرگی در زندگی به من داده شد و آشنایی من به دختر خانم هموطنمه، اون همشهری خودمونه، بچه تهرانه. حالا بماند، مادرم اینا اسمش رو میدونم، ولی خب کلا
حالا فعلا دوست نداره اسمش گفته شه یا به قول یارو گفتنی فعلا چی میگن رونمایی گفته نکنم ازش فعلا، چون برای خانواده داره، برادر داره، بالاخره برادرش فعلا براش مشکلی پیش نیاد تا به وقتش اون موقع اطلاع میدیم. برالس هم یه خانومه نشسته یک خوردی داره میکشه بعد این ویدیو رو میچرخونه فیلم رو ببین اون سمت بله داره به گوشی هم برمیده اون برمیزنن داره خورد میکشه اینا اینطوری هم تعارف ندارن غذا بد میخورن با سر صدا واسه همین میرن کشور اروپایی یا میرن جایی با کلاس میتونن خورد بگیشن همه بدهکارشون میکنن خیلی مشکل پیش اومده براشون توی این شرایط تلویزیونشون نشون دادن آموزش میدن میگن بیاین خارج لااقل رعایت کنید خورد نکشید. من با عزتون ویدیو رو تموم میکنم تا سری بعد. فعلا همتون رو خدا بزرگ میسپارم. عشقم خیلی دوست دارم، عاشقتم. تو تنها عشقی هستی که تو زندگیم پیدا کردم، اولین و آخرین عشقم. من زندگیم بالا پایین زیاد داشته، فامیلام و خانوادم میدونن، ولی هیچ وقت خوشبخت نبودم. ولی الان با تو احساس خوشبختی میکنم، واقعا از صمیم بگم قربون خدا برم، خدا رو شکر میکنم خدا پیدا کردم. همتون رو خدا بزرگ میسپارم و آرزوی موفقیت و زندگی پر از عشق و محبت براتون آرزو میکنم. ممنونم. فعلا